خب سلام. یه بحثی بود امروز، بحث قانون ورف که کلا مشکلات سخت افزار نرم افزاری که امروزه بیشتر توسعه دهندگان نرم افزار ما اصلا رعایتش نمیکنن و نرم افزارهای خیلی پرمصرف و کم کارآمد میسازن رو توضیح میده. مفهومش خیلی باحاله. کلا میگه که نرم افزارها خیلی سریعتر از سخت افزارها در حال پیشرفتن. این حرف در مورد دیولوپ و توسعه نرم افزارها صحیحه. یعنی این در حالیه که میگه مصرف رم، سی پی و کلا مصرف منابعی که نرم افزارهای امروزی دارن خیلی بیشتر از قدرت سخت افزارهاست. خب در حالی که یه سری جاها همین مثال رو نقض میکنه. اینها همش به خاطر اینه که نرم افزارهای ما امروزه فقط سعی میکنن که مموری رو پر بکنن و کارهایی رو انجام بدن که اصلا برای اون طراحی نشدن و کارهای فراتر از انتظار انجام بدن و فقط آپشن هایی باشن که مصرف منابع رو بیشتر میکنن. احتمالاً پیش اومده که برین یه دیوایس نو جدید آپدیت شده بروزترین سخت افزار جدیدترین تکنولوژی ها رو بخرین، ولی اون پرفورمنسی که باید رو در اجرای یه سری نرم افزارها بهتون نده یا کرش بکنه، نمیدونم لگ داشته باشه، کند باشه و کلا از این چنین مشکلات رو داشته باشه. اینا همه که به خاطر توسعه دهنده های نرم افزاره. بهینه کد نمی نویسن، بهینه از منابع استفاده نمی کنن و اصلا اهمیتی نمیدن در رابطه با اینکه کسی که این نرم افزار استفاده میکنه بر روی چه دیوایسی داره استفادهش میکنه و تا چه اندازه میتونه اصلا هزینه بکنه برای دیوایس. و این شکلیه که بهینه کد نمی نویسن، بهینه نرم افزارهاشون رو منتشر نمیکنن و همین ها باعث میشه که نرم افزارهای بی‌کیفیت تر و نان اپتیمایزد منتشر بکنن. اگه علاقه‌مند بودین بیشتر راجع به این قانون بدونین، یه لینک مقاله‌ای رو راجع به این قانون تو دیسکریپشن میذارم، حتما یه نگاهی بکنین.